علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. و اما در رابطه به حکم کسی که مالش به زکات رسیدگی هست ولیکن امتناع می‌ورزد از دادن زکات، حکم این نفر چی است؟ بارک الله فیکم. اولا باید که متوجه باشیم که اتفاقی علما است، چه علمای متقدمین و چه علمای متأخرین، که همه علما برای متفق هستند که هر کسی که اگر فرضیت زکات این کار کرد از اسلام خارج می شود، زیرا این نفر تکذیب کننده قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. دوما اینکه کسی که اگر فرضیت چه قبول دارد، میگه که بله زکات فرض است، چگونه که نماز فرض است زکات هم دادن زکات هم فرض است، فرضیت چه قبول دارد ولیکن از دادنش امتناع می‌ورزد، یعنی خودداری میکند و مالش به زکات رسیدگی است نمیدهد ولیکن قبول دارد که زکات دادن زکات فرض است. در رابطه با همین انسان ها، کسی که فرضیت قبول دارد ولیکن از دادن زکات خودداری میکند، روایت از امام احمد حنبل رحمه الله هست که ترک کننده زکات از روی بخیلی کافر می شود، همچنان که ترک کننده نماز از روی تنبلی کافر است. همچنان که ترک کننده نماز از روی تنبلی کافر می شود، همین طور ترک کننده زکات از روی بخیلی هم کافر می شود. و تعدادی از علمای از مذهب امام احمد حنبل رحمه الله به همین نظر هستند و دلیلش هم خیلی دلیل قوی است، که چون که الله عز وجل بفرماد که فان تابوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین. پس اگر همین مشرکین توبه کردند و نماز را انجام دادن و نماز را اقامت کردن و زکات را پرداخت کردن، فاخوانکم فی الدین، پس اینها برادرهای دینی شما هستند. پس ببین که در اینجا الله عز وجل اخوت دینی را با این سه شرط الله عز وجل اخوت دینی را الله عز وجل به یک شخص نسبت میدهد. اخوت دینی را، برادری دینی را، شرط اول است که توبه از شرک، شرط دوم است که نماز را قایم کردن، نماز را انجام دادن، شرط سوم دادن زکات است. پس در وقت الله عز وجل میفرماید که فاخوانکم فی الدین، پس برادرهای دینی شما هستند. و تعداد از علمای دیگر به این نظر است که کسی که اگر زکات نمیدهد از روی بخیلی، یعنی فرضیت قبول دارد ولیکن امتناع می‌ورزد و خودداری میکند از دادن زکات از روی بخیلی، فرضیت قبول دارد ولیکن از روی بخیلی نمیدهد، این نفر مرتکب گناه کبیره شدگی است و مرتکب خیلی گناه عظیم و بزرگ شدگی است که و این عاقبتش سرانجامش خیلی عذابی دردناک است و خیلی عذابی بزرگ است برای این نفر، زیرا که مرتکب گناه خیلی عظیم و بزرگ شدگی است. و اما اگر یک طایفه که حکومت اسلامی است، یک طایفه امتناع می‌ورزند از دادن زکات، یعنی قبول دارن که زکات فرض است ولیکن جمع شوند میگن که ما زکات نمیدهیم، پس حکم اینا چی میشود؟ با اینها حکومت اسلامی با اینها قتال میکند، حکومت اسلامی با اینها قتال میکند، میجنگد تا اینکه اینها زکات هاشون را پرداخت بکنند. همچنان که ابوبکر صدیق با طایفه‌ای که امتناع ورزیدن، خودداری کردن، در حالی که فرضیت قبول داشتن ولی که وقتی که خودداری کردن با اونها قتال صورت گرفت. بارک الله فیکم. این است حکم کسی که از دادن زکات امتناع می‌ورزد و خودداری میکند. بارک الله فیکم.